خیلی از ما فکر می‌کنیم ایمپلنت دندون بهترین راه برای جایگزین کردن دندون از دست رفته است و خب واقعاً هم همینطوره. ولی یه امای بزرگ وجود داره. یه خطر پنهان که خیلی‌ها ازش بیخبرن و میتونه کل این سرمایه‌گذاری گرون رو به باد بده. توی این برنامه می‌خوایم دقیقاً همین خطر رو بشکافیم. پری امپلانتایتیس. خب، این سوال رو از خودتون بپرسید. واقعا میشه ایمپلنت رو کاشت و دیگه کلاً فراموشش کرد؟ راستش خیلی‌ها فکر میکنن آره میشه. اما این طرز فکر دقیقاً همون چیزیه که میتونه باعث بشه خود ایمپلنت رو از دست بدید. حالا به این عدد نگاه کنید. 47%. واقعاً تکون دهنده است، نه؟ یه مطالعه تو سوئد نشون داده که تقریباً نصفه، یعنی از هر 2 نفر یکی که ایمپلنت میکارن توی 10 سال اول دچار این مشکل، یعنی پری ایمپلانتایتیس میشن. این دیگه یه مشکل کوچیک و نادر نیست، صحبت از یه اپیدمی خاموشه که باید خیلی جدی بهش نگاه کنیم. خب این پری ایمپلانتیتیس که میگیم اصلا چی هست؟ خیلی ساده بخوام بگم یه بیماریه که به خاطر جمع شدن پلاک دور ایمپلانت به وجود میاد. باعث التهاب میشه و کم کم شروع میکنه به خوردن استخونی که ایمپلنت رو محکم سر جاش نگه داشته. آخرش هم ایمپلنت شکست میخوره. فکر کنید شبیه همون بیماری لثه دور دندون طبیعیه، اما یه نسخه خیلی بدتر و خطرناکتر. چرا خطرناکتر؟ چون خیلی سریعتر پیشرفت میکنه و اصلا نمیشه پیش بینیش کرد. یعنی تا به خودتون بیان ممکنه کلی از استخون از بین رفته باشه. خب حالا سوال اینه که چرا ایمپلنت ها اینقدر جلوی این عفونت ها ضعیف و آسیب پذیرن؟ همه چیز برمیگرده به تفاوت های بیولوژیکی خیلی مهمی که بین یه ایمپلنت و یه دندون طبیعی وجود داره. اینجا یه تشبیه فوق‌العاده داریم که قشنگ موضوع رو روشن میکنه. دور دندون طبیعیتون رو یه قلعه بیولوژیکی تصور کنید. الیاف کلاژن مثل آجرهای این قلعه به صورت عمودی به دندون چسبیدن و یه سد دفاعی خیلی محکم جلوی باکتریا ساختن. حالا ایمپلنت چی؟ دور ایمپلنت بیشتر شبیه یه حصار چوبی سست و ضعیفه. الیاف کلاژن به جای عمودی موازی قرار گرفتن. نتیجهش اینه که باکتریا خیلی راحت‌تر میتونن از این حصار رد بشن و خودشون رو مستقیم به استخون برسونن. برای همینه که عفونت دور ایمپلنت خیلی سریعتر و مخربتره. خب فرض کنیم پری ایمپلانتایتیس تشخیص داده شد. حالا چی؟ اینجا به یه دوراهی خیلی مهم میرسیم. اولین سوالی که دندون پزشک باید جواب بده اینه آیا این ایمپلنت رو میشه نجات داد یا کار از کار گذشته؟ و دقیقاً همینجاست که باید فرق بین یه ایمپلنت در حال شکست و یه ایمپلنت شکست خورده رو بدونیم. اینجا تفاوت این دوتا رو خیلی خوب می‌بینیم. وقتی میگیم ایمپلنت در حال شکسته یعنی درسته که درگیر عفونته، ولی هنوز روزنه امیدی هست، میشه براش کاری کرد، میشه درمانش کرد. اما ایمپلنت شکست خورده یعنی دیگه کار تمومه. یعنی تحلیل استخوان اونقدر زیاده، مثلا بیشتر از 50%، یا ایمپلنت لق شده که دیگه هیچ راهی برای نجاتش نیست و باید حتما درآورده بشه. میدونم شنیدن این که ایمپلنت باید درآورده بشه خیلی ناامید کننده است، ولی باور کنید این یه تصمیم استراتژیکه برای آینده سلامت دهان شما. چرا؟ چون با این کار اولاً منبع التهاب و عفونت رو حذف می‌کنیم، دوماً جلوی تحلیل رفتن بیشتر استخوان رو می‌گیریم و سوماً فضا رو برای یه درمان موفق تو آینده آماده می‌کنیم. شاید حتی بشه یه ایمپلنت جدید گذاشت. و این آمار رو ببینید، اگه بیشتر از نصف استخوان از بین رفته باشه، تلاش برای نگه داشتن اون ایمپلنت 20 برابر احتمال شکستش بیشتره. پس درآوردنش منطقی ترین کاره. خیلی خب، پس بیایید برگردیم سراغ اون ایمپلنتی که در حال شکسته و هنوز امیدی بهش هست. سفر درمان از کجا شروع میشه؟ همیشه اولین قدم، اولین خط دفاعی روش‌های غیر جراحی هستند. تا همین چند وقتیش اگه به یه دندون پزشک میگفتی درمان غیر جراحی برای پری ایمپلانتایتیس احتمالاً یه پوزخند میزد. خب حقم داشتن، چون فکرشو بکنید تمیز کردن سطح یه پیچ فلزی با کلی رزوه که عمیقاً توی استخون فک فرو رفته بدون اینکه لثه رو باز کنی تقریباً غیر ممکن به نظر میرسید. اما علم که ساکن نمیمونه، درسته؟ تحقیقات جدید نشون میده که اوضاع کاملاً عوض شده. پیشرفت‌های جدید مخصوصاً استفاده از یه سری آنتیبیوتیک‌های موضعی در کنار همون تمیزکاری داره قواعد بازی رو به نفع ما تغییر میده. و این نمودار دقیقاً همون تغییر رو به ما نشون میده. به این اختلاف فاحش نگاه کنید. اگه فقط تمیزکاری مکانیکی انجام بشه، شانس موفقیت چقدره؟
کمتر از 3%، یعنی تقریباً هیچ. حالا اگه همون تمیزکاری رو با آنتیبیوتیک‌های موضعی ترکیب کنیم چی؟ نرخ موفقیت یهو میپره بالای 31%. این یه جهش فوق‌العاده است و نشون میده که درمان غیر جراحی دیگه یه رویکرد بیفایده نیست. خب حالا اگه درمان غیر جراحی جواب نده یا عفونت پیشرفته تر باشه چی کار میکنیم؟ اینجا دیگه باید بریم سراغ جراحی. ولی وقتی میگیم جراحی منظورمون فقط یه کار نیست. در واقع ما یه جعبه ابزار با رویکردهای مختلف جراحی در اختیار داریم. این جدول مثل جعبه ابزار جراح ماست. 3 تا راه حل اصلی داریم و اینکه کدوم یکی استفاده بشه کاملاً بستگی به شکل و وضعیت اون تحلیل استخوان داره. تو موارد خفیف فقط لثه رو کنار میزنن تا به ایمپلنت دسترسی پیدا کنن و تمیزش کنن. به این میگن جراحی دسترسی. اگه استخوان یه جوری از بین رفته باشه که نشه بازسازیش کرد، جراح شکل استخوان رو تغییر میده تا اون پاکت هایی که محل تجمع باکتریاست رو از بین ببره. این میشه جراحی رزکتیو. و اما بهترین حالت یعنی جراحی بازسازی زمانیه که نقص استخوانی شکل مناسبی داره و میشه با پیوند استخوان اون استخوان از دست رفته رو دوباره ساخت. ولی یه نکته خیلی مهم هست. فرقی نمیکنه کدوم یکی از این جراحی ها انجام بشه، قلب تپنده همشون یه چیزه. ضد عفونی کردن کامل سطح ایمپلنت. این یه جور حمله دو جانبه است. مرحله اول تمیزکاری مکانیکیه. با ابزارهایی مثل برس‌های تیتانیومی لایه باکتری ها رو به صورت فیزیکی از روی سطح ایمپلنت پاک میکنن. مرحله دوم سمزدای شیمیاییه. با موادی مثل کلورهگزیدین هر باکتری یا سمی که باقی مونده رو از بین میبرن تا سطح ایمپلنت کاملاً پاک و استریل بشه. خب جراحی هم انجام شد و درمان فعال تموم شد. ممکنه فکر کنید خب دیگه کار تمومه. اما اصلاً اینطور نیست. در واقع مهمترین قسمت داستان تازه از اینجا شروع میشه. ما بهش میگیم پیروزی در بازی بلند مدت. این جمله رو باید با طلا نوشت. درمان یه قرص نیست که بخورید و خوب بشید. یه راه حل یه باره نیست، بلکه تازه شروع یه چرخه مراقبته. موفقیت واقعی درمان پری ایمپلانتایتیس روز بعد از جراحی مشخص نمیشه، بلکه 5 سال بعد، 10 سال بعد مشخص میشه و این موفقیت بلند مدت فقط و فقط با یه برنامه مراقبتی منظم و دقیق به دست میاد. و اگه شک دارید که این مراقبت چقدر مهمه، فقط کافیه به این آمار نگاه کنید. واقعاً گویاست. ببینید، بیمارانی که به برنامه مراقبتی پایبند میمونن و هر 3 تا 6 ماه یک بار ویزیت میشن، شانس برگشت بیماریشون زیر 30%. حالا گروه مقابل رو ببینید. اونایی که پیگیری نمیکنن، نرخ عود بیماری سر به فلک میکشه و به بیشتر از 72% میرسه. این تفاوت زمین تا آسمونه و دیگه هیچ حرفی باقی نمیذاره. خب این برنامه نگهداری که انقدر ازش حرف میزنیم دقیقاً شامل چی میشه؟ ببینید، این فقط یه چکاپ ساده نیست. تو هر ویزیت پلاک و بیوفیلم به صورت حرفه‌ای از دور ایمپلانت شما تمیز میشه، روش‌های بهداشت دهان و دندان تو خونه دوباره بهتون یادآوری میشه و سلامت ایمپلنت به طور کامل بررسی میشه. فاصله بین ویزیت ها هم برای هر کسی متفاوته و بر اساس میزان ریسک شما بین 3 تا 6 ماه تنظیم میشه. در واقع این یه جور شراکت بین شما و تیم دندون پزشکیتونه برای حفظ سلامت ایمپلنت. و در آخر میرسیم به این سوال کلیدی که هر کسی ایمپلنت دندانی داره باید از خودش بپرسه. موفقیت بلند مدت ایمپلنت شما فقط به دستای ماهر جراح بستگی نداره، بلکه به همون اندازه به تعهد خود شما برای مراقبت‌های بعدش هم وابسته است. پس از خودتون بپرسید آیا سلامت بلند مدت ایمپلنتتون توی تقویم شما جایی داره؟ آیا برای محافظت از این سرمایه‌گذاری مهم برنامه‌ریزی کردید؟